نمیدونم بچه رو خنده می‌کنم خیلی عالی. اصلا از لحاظ اینکه بخواد سخت بگیره نگرانی نداری، خیالت راحته که من نه خودم نخوام حتی ادامه بدم، مثلا اتفاق نیفته هر جا بوده یا انرژی داره یا منو جریب کرده که من بخوام ادامه بدم. مدال اصلا شاید امسال نگیرید نه حالا که گفته شاید نگیری من باید این مدال آجید من میفهمم که چرا داره میخوام خودم رو ثابت کنم. همیشه من خب توی یک حالتی هستم که خودم رو به خودم لااقل همیشه ثابت میکنم و اینکه خب این برای من لااقل اینجوری نبود که ازدواج بخواد جلوی پیشرفت یا اینکه حالا ترقیمو بگیره چه بسا خیلی این قضیه رو پررنگ‌تر و راحت‌تر کرده. خیلی عالی. از لحاظ داشتن پناه هم که من هر موقع که خیلی همه چیز برام سخت میشه حساسم که پناه فکر میکنم میگم که مگه برای خودم تلاش نکنم باید کنم. خدا حفظش کنه براتون. اگه بخواید واقعا خیلی اگه بخواید توی دوربین ما با این دوربین صحبت کنیم، اگه بخواید توی دوربین ما از حالا اساتید، خانواده، هر کسی که برای شما پشت و پناه بود، حالا همین پناه همون پشت و پناهتون بود، حمایتتون کرد، تشکر کنید، این دوربین در اختیار شماست. بفرمایید. من اول از همه از همسرم تشکر میکنم که واقعا چند سال فداکاری کرد و از خانوادم که واقعا از هر مدال و افتخاری ارزشمندترم هستم. واقعا همچین خانواده‌ای فکر نمی‌کنم زیاد پیدا بشن، همچین خانواده‌ای، همچین جنس خانواده‌ای که انقدر پشت بچه‌شون باشن، انقدر فداکاری کنن، از خود گذشتگی کنن، از خودشون بزنن که بچه‌شون بتونه پیش بره. خدا حفظشون کنه. سلامت باشین. و همچنین از استادم، استاد شهید تلنجاری که توی این جنگ 12 روزه روز اول به شهادت رسیدن. روحشون شد. سلامت باشین. همین لطف خدا بوده. خیلی هم عالی. کلام آخر برای جوانامون یه توصیه داشته باشید، اینکه برای رسیدن به اهدافشون چطور باید تلاش کنن، چه کار کنن، فراموش نکنن که از کجا شروع کردن و قراره به کجا برسن. نوعی هم که من خودم همیشه با این حالا شعار میشه گفت پیش رفتم که هیچ نیروی قوی‌تر از تلاش و خواسته آدم نیست. یادم واقعا یه چیزی رو باور داشته باشه هیچ چیزی نمیتونه جلودارش باشه که به اون خواستش برسه. خیلی عالی. ممنون که قبول زحمت کردید و قاب رسانه 15 خرداد و دعوتشون رو لبیک گفتید و در خدمت شما بودیم. متشکرم. ممنون از همراهی شما. ممنون از شما. بزرگواری. زنده باشید. ممنون از شما. خدا یار نگهدارتون.